تاجیکستان سرزمین پرگنج است، ولی بایگری اساسی آن فرزندان با ننگ و ناموس و با فرهنگش می باشد. امام علی رحمان. در طینت و سرشت هر یک طفل نوزاد یک جوهر، یک نابغه نهفته است. درود به سرخاب و پیراهنش، به آن طفلکان بر دامنش، که چون پارسی گوهر افشان کنند، زمین و زمان را زرافشان کنند. تاجیکستان بر حق سرزمینی بهشت آساست. مردمش از ازل از بنیاد بزرگمنیش و آزاده و صاحب خیرتند. آثار گرانبها و پرقیمت، صنعت و هنر والا، گفتار و پیندار نکو و دیگر فضیلت و آیین راستی، نمای خیرت و دانش مردمی آزاده و سرفراز مردمی ماست. ناحیه زرخیز و زرفشان تاجیک آباد با مردم هنرمند و مهنت قرینش در تاجیکستان بهار آغوش و برون از آن شهرت یار است. خاک فیضبار و رده کوههای استوارش در خود هزار اسرار دارد. سرخاب شهرت یار هزار ساله ها با نزاکت و لطافت خاص از میان کوه و دره های گلبیز جاری است و در نظر ترانه عمر ابد را می‌خواند. سرود و آهنگش یک نواخت و شورانگیز و جاودانی است. نقش و آثار مردم گلدست و هنرمند تاجیک آباد سالیان زیاد در قلب فرهنگ و مدنیت و تمدن ملی مردم تاجیک مقام خاص دارد. مردم آسوده و روشن ضمیرش شرف و ناموس وطنداری را بر سرنوشت ملت صاحب تمدن می‌دانند و با تلاش و زحمت پیوسته چون فرزندان اصیل این مرز و بوم برای سرسبزی و شکوفایی سرزمین جنتسا پیوسته تلاش می‌ورزند. قصه های لطیف از روزگار صاحب دلان چون دانه های مروارید است، به یک رشته که هم زیبا و نظرربا و هم رخشان و تابانند. برچیدن قصه های جالب و رنگین دور معنی جستن از روزگار صاحب هنران و یاد از ایشان عمل خیر بود. حکایت ما نمونه است از حیات و روزگار، زحمت و ایجاد یک تن هنرمند فاضل و ممتاز که در طول سالیان زیاد با صنعت و هنر آوازخوانی و مهنت صاف و صمیمی بهر سعادت خود و کشور زحمت کشیده، صاحب عزت و آبرو، مقام و بالاخره به مرتبه نکونامی رسیده است. ابراهیم کابلی، حافظ خلقی تاجیکستان، آموزگار شایسته، دارنده آردین دوستی. این نام به تمام افرادی که از صنعت و هنر شهرتیار تاجیک آگاهی دارند آشناست. ابراهیم کابلی با خدمت‌های بی‌نظیر و شایسته‌اش در رشد و نموی فرهنگ مملکت نقشی برجسته دارد.
سهمی ارزنده ابراهیم کابلی در خزینه صنعت ملی نهایت بارز است. صحیفه های حیاتش عبرت بخشند و روزگارش پندآمیز و شایسته تحسین. حیاتش داستان است پر از جلا و رنگ در راه صنعت، در راه ایجاد و هنر. اما این همه بردباری، شرف و مقام بلند در راه پرشیب و فراز هنر او را چگونه به دست آمد؟ راهنمایش کی بود؟ چرا نسبش کابلی است؟ ما سعی میکنیم که با این سوالها جواب جوییم، اما با نوبت. چون عنعنه نیک و سنت دیرین نخست با فرزند هنرمند صلاح الدین کابلی صحبت آراستیم. او نیز چون پدر در راه صنعت و هنر راهی پدر انتخاب کرد. پدر در همه حالت نمای خیرتی، پاکی، هنر و راهنمای اصیلی بود برای ما. اظهار می دارد صلاح الدین کابلیف. همراه پدر و برادران هر بگاه می نشستیم، صحبت می کردیم. این البته در دوری نهایت خردسالی من بود. بعد بسیارتر پدر وقتی که ما رو دعوت می کرد می گفت که سرود بخونید، یک تا همراه برادران سرود می خواندیم، بسیارتر به من توجه می کرد. همه خیلی آهسته ما دعای پدر را گرفتیم و در راه صنعت رفتیم. ابتدای عصر 20 سال 1924 انقلاب اکتبر، ایام درگیری ها، قحطی و گرسنگی، سرگردانی و بنیاد جامعه نو، ایام طفلی و نورسی ابراهیم کابلی محض به همین ایام پرآشوب راست می آید. دهه‌ای که ابراهیم در آن به دنیا آمده است کیچکزی نام داشت. پدر ابراهیم دهقانی عادی اما نفری با خط و ثبات تا اندازه‌ای به صنعت موسیقی و ادبیات رغبتی داشت. انا همین تربیت درست قبلگاه بود که فرزندان همگی خط و ثبات آموخته به صنعت و ادبیات دیل بستند. آن ایام عائله آنها امثال دیگران زندگی دشواری را پس سر می کرد. مادرش چون دیگر زنان کهمنظر اصلا جای کار نمی کرد و به تربیه فرزندان بند بود. خاندان تاجیک را بی تبلک و دف و دوتار نمی توان تصور کرد. مردم تاجیک از بنیاد صنعت و هنری بلند دارد، آن را دوست می دارد. فضیلت و آداب قبلگاه، صدای گوشنواز و مرغولت‌دار برادر پود ابراهیم نورس را از خردی به طغیان آورد. از خردی به ادبیات و صنعت و هنر دیل بست. هنوز در ایام نورسی گیراب و هنری نوازندگی در دهه و برون از آن معروف گردید. برادری داشتم با نام باران. بعدها قید میکند ابراهیم کابلی. باران در حقیقت بارانی بود که
سبزه و گلهای شوق و ذوق سرودخانه مرا آب میداد. باران صدای خوب داشت و در توی معرکه‌های مردم سرود می‌خواند. او اشعار احمد جامی را پره از یاد می‌دانست. بعد خواندن چند سرود نوبت را به من می‌داد. انا همین طور اولین استاد من برادر عزیزم بود که در راه پرشیب و فراز هنر مرا راهنما شد. باران در عین کمالات از دنیا گذشت. جوان مرگ شد. مرگ برادر در حیات ابراهیم تبدلاتی وارد کرد. به خاطر ادامه هنری برادر جوان مرگش او پیشه آوازخوانی را اختیار کرد. در سن 7-8 سالگی برادرم نامش باران کابلیو حافظی مشهور بود. همون نزدی همون در شیشته های حافظی میکرد و آدم ها مهمان ها خانه در می آمدن و حافظی میکرد. بعد همه آدم ها مهمان ها میگفتند که اکنون نوبت ابراهیم و من یک او دیتارچه های میده یافته بود داده بود. همون دیتارچه میده قطعی من هم از همون غزل هایی که همون برادرم میخوند همون من هم مشق کردم و هم سین 8 سالگی که همین قشلاق دست این همین وای نبود همون مهمانی همون قشلاق ها همون چی همون قشلاق خونده من حافظ من بودم. این همین قطعی از سین 12 و 13 سالگی همسایه قشلاق خونده هم مهمان میشید یا یگان معرکه میشید توی میشید من میبردن. آن ایام صفای کجبیدی با گروغلی سرای خیلی شهرت داشت. هر یک ساکن کوهمنظر سعی میکرد تا صفای کجبیدی با شاگردش رجب توی و سوری آنها را گرم دارد. صفای گلوغلی سرا ابراهیم جوان را با خود گرفت. در توی و مرکه های مردم چون شیر و شکر اولی بند گروغلی میخواند و دومی غزلی از فرزانگان شعری پارسی. همین طور ابراهیم هنوز از خردی پای بر جاده هنر ماند و در راه صنعت و هنر تا واپسین نفس زحمت کشید و دور مقصود به کف آورد. نمیدانی مگر این شرر این دل خطر دارد نمیدانی مگر هیچ یک دنیا شرر دارد نمیدانی مگر این شرر این دل خطر دارد نمیدانی مگر سرم با این حلاوت غمزه کردن با رقیب سنم با این حلاوت غمزه کردن با رقیب در دلی عاشق اثر دارد نمیدانی مگر در دلی عاشق اثر دارد نمیدانی مگر اکثریت ندانسته و نافهمیده گذشتگان ابراهیم را زاده کابل افغانستان به قلم می دهند. اما نه این طور است. پدری او زاده کابل نیست، گذشتگانش نیست. پس به چه خاطر پدر ابراهیم کابلی نام گرفت؟ قصه قبلگاهش نیز جالب و خاطرمان است. آن زمان راه ابریشم از دهه قزقچی می‌گذشت. تاجران زیاد توسط راه مذکور به کشورهای دور و نزدیک سفر می‌کردند. تاجران افغان نیز. اتفاقها شب تولید قبلگاه ابراهیم
یکچند تاجر افغان مهمان آنان بودند. میزبان مهمان دوست بابای ابراهیم از تولد نوزاد به دوستان افغان مژده داد و به خاطر قدوم و عزت مهمانان و خواهش آنها نام پسرش را کابلی نهاد. در دل من هر نگاهی ناز تو با دیگران، رخنه ها چون نیشتر دارد نمیدانی مگر. در دل من هر نگاهی ناز تو با دیگران، رخنه ها چون نیشتر دارد نمیدانی مگر. آغاز فعالیت آوازخوانی ابراهیم با ابتدای سالهای 40 راست می آید. آن زمان او حسابچه کالخاص بود. سامیانش اصلا موی سفیدان و زنان و بچه های نورس بودند. هر کدامی در فراق پدر و پسر، برادر و جوان مردان تاجیک که در خط پیش جبهه جنگ بودند چون شمع می سوختند. در لحظه های فارغ از کار میان شکن، ابراهیم با خواهش مردم غمزده و کار کشته به دوتار ناخون میزد. میروی از نظرم، یادت کنم یا نکنم، یادت کنم یا نکنم. این دلی غم زده را شادش کنم یا نکنم، شادش کنم یا نکنم. این دلی غم زده را غم زدگان میدانند یاری. این رفیق کهنه را یادش کنم یا نکنم، یادش کنم یا نکنم. در پایتخت تاجیکستان شوروی که آن زمان استالین آبادش می‌خواندند، آزمون صنعتکاران هوسکار برگزار گردید. از ولایت غرم ابراهیم جوان در آن دعوت گردیدند. چرابینی مذکور در باغ مرکزی پایتخت صورت گرفت. قبل از آزمون حافظان زیاد از منطقه های دور و نزدیک از سنجش گذشتند. ابراهیم جوان نیز با هیجان زیاد روی صحنه آمد. الکه سن 16 سالگی همین از طرف همین دولت ولایت بود در غرم رفتن، همون من آوردن همین سن 16 سالگی. همینجا حافظی کردم. یک وقتی بود که همین یک چند روز گذشته بود که یک فیراد کردن که همین کسا همین بچه را با آبکم بگیره بیه بای غرمه. بعد من همون وقتا نه رای ماشین بود، هیچی نبود. سالی 44 وقتی جنگ بود. بعد یک اشتر قطی من سوار کردن بیره همون پشتا قطی با مرکز ولایت آوردن. اداره همون آبکم را فراوردن. بعد درمدن گفتن که همون بچه را آوردیم. بعد مرا بردن در همونجا گفتن که گب همی تو دوشنبه میرای. گفتم من دوشنبه کجا میرم؟ نمیرم دوشنبه. نه گفتن میرای. بعد همینجا
یک دو بچه دیگر از خود همه رایون جرگتال از سوگات همونجا اکاو دودار بودن حسن و حسین و یور هم آوردن. بعد همونجا آمدیم آوردن محمی ریسپوبلیکان دا. بعد همونجا 6 تن همی جوری باریم 6 تن همون حافظی کردیم. من همون وقت همی راست دیگه که همه کتاب‌های کهنه و همه چیزا که کس میدونستیم میترسیدیم. جوانی که بدم همی تا فکر کردم که همه وقت همه چیزهای کتاب‌های کهنه گرفتگی را اگر خونیم مبادا من یگان گپ یگان چی کنن گناهگار کنن گفته همین غزل احمد جامی که از همون رحمتی اکم یاد گرفته بودم. سرخ پوشیدی به قتل من خرامان ای تو گل، جلوه گل رفتار گل اطراف زلفانی تو گل. همین را خواندم و آخرش بود که نام احمد جامی بود. همین نام احمد جامی را نگفتم برای همین که یکی مبادا بگن که کتابای کهنه میخونه من را یگان عیبدار کنن. همین نام احمد جامی را نگفتم. همین غزل خواندم همین را قبول کردن در جوری گرفتن. من همین را تیار کن من چی با میخوانی همینا کنسرت باغ ده میشود. همه وقتا همه عبدالسلام رحیم گفتگی حال همه ریسپوبلیک همین کس برنده بوده است. من دوره جوانی آدمی بسیار آدمی با معرفت. بعد همین باغ ده بردن همین کنسرت همونجا شده. بعد همین عبدالسلام رحیمov بر من اعلان کرد شعری احمدی جامی سرخ پوشیدی به قتل من خرامان ای تو گل گفته. من همونجا آفرین گفتم این من نام اینا نگفتم نام کتابش نگفتم این دانست که این غزل احمدی جامی است. بعد همونجا در همون باغ همون غزل احمدی جامی را خواندم. همین گویا چی من از همون سال سر شد. هر سال دیگر سال یک بار یا دو بار همین از نظر گذرانی هوسکارانی همی ریان ها و چیاده میشد سردار شدم می اومدم ولایت بدم. وقتا میوردن من را ولایت بود میگفتن نه همه آدم ها در اختیار تو همه ها قطعی میروی جا یکم میگیری گشتن میای. غزل بر متن احمد جامی و صدای گیرای ابراهیم همگان را مفتون کرد. او را گشته و برگشته به صحنه دعوت کردند. مکافات پولی آزمون نیز نصیب ابراهیم کابلی گشت. ابراهیم جوان در نخستین سفرش تخت میان اهل فضل و صنعتکاران تاجیک و دوستان زیاد پیدا کرد. ابراهیم جوان در نخستین سفرش به پایتخت میان اهل فضل و صنعتکاران تاجیک دوستان زیاد پیدا کرد. شاعر شیرین کلام و محبوب سیدعلی ولیزاده از زمره آنهاست که به ابراهیم هوسکار در جاده صنعت فاتحه نیک داد. سخن از باب زیایی یا از گروه جامعه که آنها را اهل زیا میگویند میرود. بعضا چنین عقیده ها دچار می شود که گویا زیاییان اساساً و بیشتر یا کاملا تنها در شهرها زندگانی میکنند. به نظر من از خودی تعلیمات استاد عینی یک فکری به میان میآید که اهل زیا همیشه در دهات نیز بودند و فرهنگ، معارف، معرفت، اخلاق و آداب و مدنیت دهات را محض زیاییان دهات به دوش خود میبرداشتند. همین گونه یک شخصیت بزرگ در عالم فرهنگ موسیقی این استاد ابراهیم کابلیف بود که با عقیده من، با فکر من و بیشبه یکی از بزرگترین نمایندگان زیاییان دهات تاجیکستان به شمار می رفت. او معلم، مغنی، خونیاگر، مطرب، یک شخصیت خیلی خاکسار و همیشه خود را در دهات چه در پایتخت چه در شهرهای دیگر در خدمت مردم احساس میکرد. پس از انقلاب اکتبر و پس از
به حیث پایتخت اعلان شدن دوشنبه بیشتری حافظان و هنرمندان از دیگر شهرها از دیگر منطقه ها به شهر دوشنبه جمع آمده بودند و تنها در سالهای 40 پس از آمدن استاد اکاشریف جوریف و دعوت استاد اکاشریف جوریف و صنعت ملی تاجیکی مردم کوهستان در شهر دوشنبه جمع آوری شد که یکی از سیماهای قوی همین نماینده صنعت تاجیکی از منطقه های دوردست کوهستان استاد ابراهیم کابلی بودند که در پیشرفت و تکامل صنعت ملی تاجیکی خیلی نقش قوی داشتند. پیروی مستقیم سنت حافظی که از حاجی عبدالعزیز سمرقندی از اکاشریف از نزدیکترین نماینده هایی که در تاریخ موسیقی ما بودند ادامه بیوسته همان مکتب است که در این مکتب همه این ژانرهای غنایی ادبیات ما کار خوردند و متنهای با همان آهنگ باقی ماندند و در هوای آنها مناسب به آنها باز از همان ژانرها باز تصنیفات تازه ساختند. هر یکی از حافظانی که تازه به عرصه هنر قدم نهادند. هم استعدادی بلندی یعنی که کارکردی آهنگ رو داشت و استعدادی بلندی معنی غزل رو داشت. از اینجاست که تمام غزل ها و مخمس ها و مسدس ها و دیگر چیزایی که قطعه هایی که ابراهیم کابلی سراییده است خودش ایجاد کرده است. از آهنگ های خلقی گرفته خودش جمع کرده یک آهنگ خوبی یعنی که مرکبی رو به غزل تابع کرده به مردم پیشکش کرده توانستند که این استعداد رو هر یک سراینده ندارد. ابراهیم کابلی صوت و ساز دوتار را نهایت دوست می داشت. دوتار نواز چیره دستی بود. ساز دستش را کلته دوتار می نامید. با مرور زمان چون هنرش صیقل یافت و آوازش نیز گیراب و جذاب‌تر گشت درک کرد که ساز سیتار به طب و ذوقش موافق‌تر است. اصلاً به ساز سحرآفرین و خوش صدا دل بستن ابراهیم نیز سبب دارد. دیدار و آشنایی با حافظ معروف زمان اکاشریف جوریف به آن باعث گردید. اکاشریف جوریف آن ایام نهایت شهرتی بلند داشت. با همون سیتار خود تمام سرودها را سرایید، تمام آهنگ‌های خود را ادامه داد و به مردم رسانیده توانست. امروزها بینید که در شکل نو مثال موسیقی نوازان بسیار جمع میشوند و این یا اون آهنگ را یعنی که در خواندن این یا اون سرودخوان ادامه میدهند. لیکن ابراهیم کابلی با یک سیتار خود توانست که مردم را تحصیل کرده توانست با یک سیتار، چون که هم آوازی خوب داشت، هم مهارت نوازندگی خوب داشت، هم متن آهنگ با متن غزل یعنی که برابر بود. از اینجاست که ابراهیم کابلی از اولی ایجادیات خود تا آخری عمر خود با یک سیتار دل مردم را توانست که به دست بیارد. اساساً حافظ سنتگرا هستند، یعنی همون سنت های خوبی موسیقی ما رو حفظ کردن و حوزه بسیار خوب هنری در اون سامان در محل اقامت اون کس وجود داشته است با همه جزئیاتش که همین ستاره که در دستی اون کس میبینید در تصویر این کاری استای همون محل استا عمر علی قلعه‌نکی بوده است
و این سیتور با تمام قاعده های کلاسیکی ساخته شده است. در همان محلی که استاد ابراهیم کابلی زندگی به سر برده و به ایجادیات پرداخته است. در منطقه رشت و درواز یک دایره خیلی بزرگی مغنیان، مطربان، شاعران، سرایندگان عمل میکرد که ایجادیاتی من فرض کنیم اکا شریف جورایف، ایجادیاتی عبدالله نظریف و البته ایجادیاتی ابراهیم کابلیف ادامه انا همین مکتب خاص موسیقی تاجیکی به شمار می رود. تناسب کامل است. تناسب کامل است. مثلا وقتی که ما از اکا شریف جورایف سرودی امروز شاهی انجمندی دلبران یکیست، دلبر اگر هزار بود دلبران یکیست، از حافظ شیرازی میشنویم. اون یک لحن خود را دارد، نظم خود را دارد، ضرب خاص خود را دارد و همین غزل را استاد ابراهیم کابلی با لحن و ضرب خاص خود باز سرودن که هر دو متن هم متن سرود هم متناسب و بسیار رسا واقع شدند. ای با مکن که حاصل هر دو جهان یکیست. ای با مکن که حاصل هر دو جهان یکیست. مقام و مرتبه ابراهیم جوان می افزود. شهرتش از مرز زادگاه و ناحیه قلعه لب آب برون رفت. اکنون یگان محفل خواه در مرکز ناحیه و خواه در پایتخت به شرکت او نمی‌شد. کف گفتند. باری اول سفرش به شهر مسکو سال 1957 به وقوع پیوست و در قطار بهترین ادیبان و صنعتکاران تاجیک امثال برنا اسحاق و برات یخشیف، عبدالله نظری، حنیفه مولانا و کریم رحیم در دهه ادبیات و صنعت تاجیکستان در شهر مسکو شرکت ورزید. ابراهیم در یک جایگی با اکا شریف جورایف 4 سرود خواند که یکی از آنها سرود مشهوری از دره کمراب است. این سرودها در تاریخ صنعت تاجیک با نام 4 ضرب اکا شریف جورایف یاد می شوند. من این سالهای 55 یا آمدیم اکا شریف همراه ما فریاد میکرد، منم میگفت که بیا به همینجا. گفتم که من نمیتونم اومدم، یا مادری پیر دارم نمیخواهد آمدنی من. بعد همین قطعی همراه همون ما یک مراتب سال 56 که آمدم از نظر گذارانی و ای گفت کمی کلانا با که ما اگر همین برای همین دکده ادبیات و صنعت تاجیک همین بچه قطعی من باشه، من 4 ضرب کار که هم میتونم. اکا شریف همین خیلی گفت. بعد مجبور من گفتم که نمیرای همینجا قطعی اکا شریف تو میستی. یک چند گپایی چی هم من زدم، گفتم من نمیستم باقی خیلی همین از نظر گذارین تمام شد، من میرم اکا خانه. که گفتن نه همین 4 ضرب قطعی همین اکا شریف کار میکنه، از اون طرف که گشتی مایلش برو. از دره کمراب، از دره کمراب اما را وردم جا، اما را وردم انا جان اناری، انا جان اناری. آها میگردم خدش از راز راز گشتنش، برگی کرم چیندنش، ابرو را خواباندنش، انا را
بعضی وقتا هم صحبت میکردیم در باره رفتن هنرمندان تاجیکستان در دهه ادبیات و صنعت تاجیک در شهر مسکو نقل میکردن. اون زمان ها همراه استاد شادروان اکاشریف جورایف، استاد شادروان عبدالله نظری و چند دیگران نامبر میکردن که قطعی اینها همکاری داشتیم، قطعی اینها سفرهای هنری زیاد کردیم. در 2 دهه ادبیات و صنعت تاجیک در شهر مسکو اشتراک کردن. هر یه حرف را چه جا با جا میگه با امو پرده اسباب با جا کرده آواز کشاید و گلو میگیم. این گلو پوزیسیون های است که پایان است، میانه است و بالا است. در کسبی میگن که آواز بلند مردانه، میانه مردانه، آواز پایان مردانه. پایان مردانه این بس است، بریتان است و تنور است. آواز مردابه. این شخص این آوازها را هم از نوع کسبی اروپایی و هم تاجیکی خلقی از خود کردگی بود. ابراهیم کابلی مهنت حلال می کرد. به قول نانش را از پیشه پرشرفی آموزگاری می خورد. کم نی 36 سال در مکتب میانه دهه نوشار آموزگار بود. شیرینی و سعادت حیات و نشأه ایجاد را با جمعی آموزگاران و استادان همین مکتب چشیده و کمال یافت. آهنگ مرغوب ابراهیم کابلی به شعر نیمت شریف معلم محصول همان ایام است که سال 1953 در رادیوی تاجیکستان ثبت گشته تا امروز در خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان محفوظ است. اگر 100 ساله گردم هم فراموشش نخواهم کرد، همان شخص عزیزی را که رخشان پیش راهم کرد. وقتی که ما در وقت ثبت کردن مانع میشدیم، من میکردم ایمانه سرود و خودش را گم نمیکرد. رحمت میگفت که بایلش من گفتم که اگر همیشه ممکن باشد 1-2 بلبل شود. از انا همیشه شعر گیرید، از همیشه آهنگ ما دهان قطعی اما آهنگی که میگفتم، اما آهنگی که پیدا میشد میگفتم همونجا میگرفت. یک چند مصرع قفا میرفت سر میکرد و به همون جای در کار من میچسباندیم. باز او وقت با کامپیوتر نبود، بسیار ما میچسباندیم با یک دیگر همون چیزها را. بسیار دشوار بود، کارمون آسان میکرد. وقتی که حافظ با رژیسور ثبت آواز یا کارگردانی آواز همراه میشه، هم فکری میشود، بسیار هم برای گوش کننده، هم تماشابین، هم شخصیتی که با همین کارها سر کار دارد آسان میشود و آسان میگردد در وقت کار بسط چسباندن چیزی فوند طلایی. ابراهیم کابلی چون آموزگاری اصیل از تجربه روزگار با خیرت و دانش و پیندار و افکار نجیبش از خردترین جزئیات حیات معنی‌های نهان می‌جست. دل پاکیزه و مهربار در قفس سینه‌اش می‌تپید و جان پاک و عاشق و پر از مهر در وجودش خانه داشت. زحمت‌ها ثمر دادند، چرا که مهنتی با ثمر را حاصلش پیروزی هاست گفتند. سال 1960 ابراهیم کابلی با عنوان حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان شرفیاب گشت و دیری نگذشته خود همان سال عنوان علاچی معارف خلق جمهوری تاجیکستان را سزاوار گردید. ثانیاً همچون نماینده آموزگاران ناحیه در انجمن معلمان مملکت شرکت ورزید. همچون استاد، همچون پداگوگ، همچون آموزگار یک بسیار خصلت خوب و انسانی و بلند انسانی داشتند که برای تصویر اون قلم عاجزی میکند و اون خاطر بسیار شخصی مهربان بودند و در هر یک سخنشان شعر بود، پند بزرگان بود و اونقدر شعر زیادی میدونستند، اونقدر سخنهای بلندی ادیبان و عالمان گذشته‌مان را میدونستند که کس در حیرت میماند و همه وقت کوشش میکردند که هر یک خواننده که در درس اشتراک دارد از او چیزی برای خود بگیرد. استاد بودند. استاد ابراهیم کابلی واقعا استاد ادبیات بودند. این حرف تعارفی نیست، چون که 52 سال در مکتب میانه به شاگردان
از فن ادبیات درس دادند و شما هم میدانید که تعلیم ادبیات در آن زمان در مکتب‌های ما بسیار مفصل و سنجیده عملی میشد و بهترین نمونه‌های شعر ادبیات کلاسیکی و معاصر ما معرفی میشدند. نه تنها در صنعت امروزه تاجیک، در پیشرفتی صنعت هنری تاجیک و مخصوصا صنعت هنری که در داخل کوهستان نگاه داشته شده است نقش قوی داشتند. به غیر از این مکتب انسانگرایی، مکتب پداگوژی، مکتب آموزگاری خودشان را هم داشتند که شاگردان خیلی زیادی را تربیت کردند و امروز خوشبختانه بیشتر شاگردان او در مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی منطقه‌های گوناگون کشورمان فعالیت کرده ایستادند. گفتا از ماهی تابان بپرس، گفتمش نامی تو گفتا از ماهی تابان بپرس، گفتمش نامی لبد گفت این حدیث از جان بپرس، گفتمش نامی لبد گفت این حدیث از جان بپرس، گفتمش بار نشان زان دهان به ما بگوی، گفتمش بار نشان زان دهان به ما بگوی، زیر لب خندان شده گفت از گلی خندان بپرس، زیر لب خندان شده گفت از گلی خندان بپرس. زخمی کیست، گفتمش بر سینه رشم هزاران زخمی کیست، گفت دو باغم زم یعنی کی از پیکان بپرس، گفت دو باغم زم یعنی کی از پیکان بپرس، گفتمش در غارتی جان ها دلم برده ز دست، گفتمش در غارتی جان ها دلم برده ز دست، گفت اگر خواهی نشانی آن ز ترکستان بپرس، گفت اگر خواهی نشانی آن ز ترکستان بپرس، گفتمش پی برچ در سری زلفت کمال، گفتمش پی برچ در سری زلفت کمال، گفت با بادی سبا شاهراهی هندوستان بپرس، گفت با بادی سبا شاهراهی هندوستان بپرس. سال 1964 ابراهیم کابلی بار دوم عازم مسکو شد. این نوبت او در جشن 40 سالگی تاجیکستان در پایتخت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شرکت. ابراهیم کابلی در صحنه باشکوه یکه برآمد کرد. بعدی بازگشت به تاجیکستان برای اشتراک فعالانش در جشنواره مذکور با افتخارنامه شورای عالی ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی تاجیکستان سرفراز گردید. نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی دلبسته سرود و آهنگ و آواز ابراهیم کابلی بود. سرودهایش را می پسندید. ضمن یک سفرش به تاجیک آباد ادیبی معروف بعد فارغ از هنرنمایی ابراهیم کابلی اظهار داشت: من در حیاتم چنین حافظ خوش آواز را ندیدم. ذوق و حافظش خیلی بلند و در انتخاب شعر و ایجاد آهنگ هم خیلی ممتاز است. نه هر کس طاقت کرده میتواند در نزد میکروفونی که زنده است نوشته می شود از طرف کارگردانی آواز بسیار سختگیری ها به وجود می بیاید. این چی است؟ تصور کنید که اسکریپاچ می نوازد در بیرون، حافظ در درون، در گلو، در زبان، دندان،
لب، معینه سر همه را اختراع کرده و شاعر است. باز نه فقط حافظ، وی همه را درک کرده و بیرون میبرارد و مردم و اکوستیکی که در دهان است و در بیرون به کار بردن بسیار مشکل است. آن چیزی که برآمد دیگه و گرداندن نمی شود. نه هر یک حافظ طاقت میکنه در نزد میکروفون. ای چرخی فلک خرابی از کینه توست، به دادگری شیوه درینه توست. ای خاک اگر سینه تو بیش کافند، پس گوهری قیمتی که در سینه توست. حافظ شیرین صدای تاجیک آدینه هاشم که از محبوب ترین و معروف ترین حافظ مملکت به شمار می رود، ابراهیم کابلی را از اولین استادان خویش می دانست. نخستین دیدار آدینه جوان با ابراهیم کابلی با خواهش هاشم قاسم پدر آدینه صورت گرفت. بار هاشم قاسم از ابراهیم کابلی خواهش میکند که هنر آدینه را بیند و بها دهد. صدای گیرای آدینه هاشم و فاتحه نیک ابراهیم کابلی باعث تولید یک ستاره تابان در صنعت و هنر مملکت و برون از آن گردید. آهنگ گوشنواز و مرغوب به غزل کمال خوجندی ای ریخته سودای تو خون دل ما را محصول ایجاد هر دو هنرمند است. من بعد نیز آدینه هاشم در بستن چندین بیت و آهنگ از ابراهیم کابلی مصلحت و مشورت گرفته است. سالهای دوره شوروی قریب ما هر سال با وادی قراتگین با سفر هنری میبرآمدیم با همراهی استاد آدینه هاشم و هر وقتی که ما در ناحیه تاجیک‌آباد مهمان میشدیم حتما از خانه استاد ابراهیم کابلی دیدن میکردیم و صحبت‌های دور و دراز را شب ادامه میدادیم. فقط غزل سرایی بود، معنی سرایی بود تا روز قریب که این صحبت‌های این مجلس‌ها ادامه می‌یافت و ما نیز از سراییدن و انتخاب استاد ابراهیم کابلی الهام گرفته بسیاری سرودها و آهنگایی که استاد آدینه هاشم قطعی ما خواندیم راستی گپ سرچشمه از مکتب ایجادی این مردان هنر بودند. ابراهیم کابلی سالیان زیاد با احمد بابا قلف نیز رشته دوستی و همکاری داشت. انا این مکتوب با دست هنرمند حرفه‌ای احمد بابا قلف نوشته شده است. هنرمند بزرگ در مکتوبش به ابراهیم کابلی می نویسد که در دم پیری به ایجاد یک اثر نوبتی بند است که در آن به ایجادیات مقام و منزلت کابلی در صنعت آوازخوانان تاجیک بها خواهد داد. احمد بابا قلف در مکتوبش از ابراهیم کابلی خواهش میکند که فکت و رقم‌های ضروری را به او ارسال نماید. عارفان ایجاد را معنای هستی و حیات انسانیت خواندند. حق است و راست. ایجاد حیات و روزگار بشریت را رنگ و بار و جلای تازه می بخشد. سرشت ایجاد از آب و گل محبت است. انسانی کامل می تواند در همه سمت دستاوردهای نظررس را نایل شود اگر در دلش مهر و محبتی داشته باشد، محبت پاک و بی آلایش و دور از بخل و کینه، محبت به وطن، به مادر، به سرزمین خویش.
ابراهیم کابلی ایجادکاری اصیلی است. او در طول حیات و روزگار و فعالیت ایجادیش بیشتر از 200 سرود و آهنگ ایجاد کرده است. تعداد آنها با سرود و آهنگ‌های خلقی از 1000 هم می‌گذرد. سراینده خوش‌ذوق، داننده خوبی ادبیات نیاگانیز بود. او نه تنها اشعار ناب کلاسیکان را از یاد می‌دانست، بلکه شکافانه آنها را تحلیل و تفسیر هم می‌کرد. بیشتری سروده‌های او از اشعار کلاسیکان ادبیات تاجیک امثال رودکی و احمد جامی، حافظ و بیدیل، جلال الدین رومی و عبدالرحمن جامی به هم آمدند. هنروری ممتاز رباعیات عمر خیام را پوره از یاد می‌دانست و به بیشتری آنها آهنگ هم بسته است. در انتخاب هم ایشان همچنین کمال ذوق را با کار می بردند و امروز وقتی که ما رپرتواری این استاد را مشاهده میکنیم میبینیم که با چه ذوق بلند و سخنشناسانه آن متن‌های را که می‌سرایند انتخاب نمودند. از مولانا جامی، از مولوی، از حافظ شیرازی، از بیدیل، از احمد جامی و عموما از همه شاعران درجه اول ادبیات ما متن‌هایی دارند که آنها را با یک لحن خاصی تاجیکانه و روشن و برا سرودند. مثل بوی محمد نیازов، مثل آدینه هاشمов، مثل معروف خوجا بهادرов مخصوصا اشعار کلاسیکی رو خیلی خوب با مهارت و با آهنگ‌های تازه می‌سراید. ابراهیم کابلیف ببینید، من فکر میکنم که همین غزل‌های هلالی را در تاجیکستان در زمانی که ابراهیم کابلیف زندگانی میکردند از اون کس بهتر، از اون کس شیرین‌تر و از اون کس گواراتر کسی سروده نمیتوانست. یعنی ابراهیم کابلیف هلالی سرا در بین مغنیان، در بین سرایندگان عصر همچون راوی اشعار هلالی به شمار می روند. یک شعر می خوندن از یک غزلی خیلی زیبای عبدالرحمن جامی را می خوندن. اید شد هر کس زیارش، ایدی دارد هوس، ایدی ما و ایدی ما دیدنی روی تو بست. تکرار میکنم، ابراهیم کابلیف از بین غزل‌های کلاسیکی مخصوصا انمون لیریکای هلالی، بعداً زیبونیسا و دیگر شاعران کلاسیک را مخصوصا شعرهای لیریکی آنها را بسیار با صدای خوش ادا میکرد. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یک دیگر یکایک بشوند. این ملکی جهان با کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. افسوس که گل رخان کفن پوشیدند، با ناله و آه از خاطر یک دیگر فراموش شدند، گشتند فنا. آنان که بس از زبان سخن گفتند، از علم و فنون آیا چه شنیدند؟ شدند رفتند پناه.
انا همین گونه شخصیت بودند که نوری معرفت، معنی های شعر کلاسیکی، عموما معرفت خلق تاجیک رو با زبان موسیقی پرواز می در آوردند و صدها آهنگ های رو بر اشعار کلاسیکی ایجاد کرده بودند. کابلی به متن شاعران معاصر ما هم بسیار سرودها بستند که از یادآوری شد از استاد میرزا ترسانزاده، باقی رحیمزاده، عبدالسلام دیهاتی و چندین نفر معاصر ما سرود ساختند که ترکیب این شعرها که یک تازگی و نوی داشت از شعر نو منشأ می گرفت، در این سرودها به تاثیر نیست. یعنی توانستند که اون سنت های موسیقی کلاسیکی رو با شعر نو، شعر زمان نوین آمیزش بدهند. طفل ماندم از تو مادر، روی تو در یاد نیست. قامتی تو، چشمی تو، ابروی تو در یاد نیست. در سراغت میزنم خود را به هر یک کوی در، چون که تا امروز مادر کوی تو در یاد نیست. رفته از زنهای پیری ده کردم جستجو، رفته با سنگی داری تو نمودم گفتگو. رفته هر یک جنبشی شاخی درخت، با گیاه و سبزه های دشت گشتم رو برو. رود می گفتم که او آبی مرا نوشیده بود، کوه می گفتم که در آغوش من پوشیده بود.
روزم گفتم که کرباسی مرا پوشیده بود، دایم گفتم که با من شیر گاو دوشیده بود. سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. اوضاع ناآرام ابتدای سالهای 90، مناقشه های داخلی دل مهربان و نازک هنرمند را به غم گرفتار کرد. مدتی مدید حافظ مردمی از بزم و سرور و نشاط از مردم دور گردید، راه افتاده آزرده. ستاره پرنقش و نگار و دلربایش درون غلاف گلدوزی چند گرفت. ایام صاحب استقلالی و سیاست دوراندیشانه فرزند فرزانه، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به هنرمند عمر دیگر بخشید. سروری دولت ضمن سفرش هم در سال 1994 و هم سال 2000 نخست از حال و احوال حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان ابراهیم کابلی جویا شد. برای حافظ کهنسال این عمل جوانمردانه چون بهترین تحفه در حیاتش نقش بست. تاج سر مهمانان مرحبا، بر دیار فیض باری تاجیک آباد مرحبا. نوری دیده تاج سر مهمانان مرحبا، بر دیار فیض باری تاجیک آباد مرحبا. سال 1994 وقتی پیشوای ملت و ناحیه تاجیک‌آباد سفر کردند، بسیار دوره حساس، فضای ناآرامی وادی رشت بود. در نزد بینای حکومت ناحیه تاجیک‌آباد با مردم واخوردن، در اونجا با پدرم واخوردن. بعد او دوره رئیس حکومت ناحیه محمود عدیف بودن. بعد پیشوای ملت ای پدرم پرسیدن که چند ساله شدی؟ گفت که 70 ساله. بعد رئیس ناحیه را گفتن که امسال جشن 70 سالگیش جشن میگیره. ای همین سر شد که سالهای مدت دراز پدرم دیگر همو ستار شده دستش نگرفته بود. همین سبب شده در همون مکتب میانه دهمون تشکیل کردن. در همون لحظه ها شادروان کابلیوف به سن مبارک 70 میرسید و او را نغز سلام علیک کرد و گفت و به مناسبت روزی مولودشان 70 سالگیشان تبریک و تهنیت گفت حتما من به شما وا میخرم، من شما رو قدر میکنم، آواز شما رو، سخن شما رو، شعر شما رو ما دویم
شناس هستیم و قدر میکنیم. آمده دیدیم شهر دوشنبه بسیار آباد شدگی، بسیار شروع شدگی که حاضر اکو فاریست مو دل مو خرسان شد که دوشنبه حاضر عملها و حرکت‌های همه محترم پرزیدنتمون در آبادی وطن که هست انشاءالله وطن خوب می شود، خلق آسوده حال می شود. پرزیدنتمون محترم امام علی شریفوویچ بسیار بسیار برای صلح حرکت‌های بسیار کرد، دقت شد، گرچند دقت شد صلح به جا آورد. ما این را هم دوست می‌داریم. ترسونزاده بزرگ گفته است که صلح و امنیت تولد یافت چون در ملک من، دوست می‌داریم آن را ما به مانندی وطن. همین خیلی که باشد ما صلح هم دوست می‌داریم، وطن و هم دوست می‌داریم، پرزیدنت ما هم دوست می‌داریم، برای اینکه صلح و امنیت را در جمهوری ما برقرار کرد. هزار رحمت به همه پرزیدنت ما. چه حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جومی نتی دنان بسد منظر نمی ارزد که یک جومی نتی دنان بسد منظر نمی ارزد. فرزندان و پیوندانی است در راه صداقت و وطنداری و صنعت و هنر پیروی پدری بزرگوارند. از فرزندان تنها پسری مهترش راهی پدر را انتخاب کرد و در این راه کامیاب هم شد. بسیار خوب در یادم هست که وقتی که یک وقت شب میشد پدرم ستاره میگرفت آهنگا را مشق میکرد، یک بار دو بار کنده کنده جوش معقول نمیشید با آینه و مینواخت. همین خیلی ما با آوازی ستاره پدرم نمیفهمیدیم خواب برده است، سحری بیدار میشنید. اول متن رو میافت، بعد همینت اویسته اویسته به آهنگ میدروورد، کار میکرد. ما خرسال بودیم، وقتی تماشا میکردیم مینشستیم تماشا میکردیم، زحمت بسیار میکشید. بعضی شبایی میشید که همون خانه الوحیده داشت، در همون حجره الوحیده خودش میدرومد مشق میکرد. ما میرفتیم در پهلوش مینشستیم گوش میکردیم تا یک ما را هم خواب میبرد، در پهلوی پدر خواب میبرد و نمیدونم اکنون تا ساعت چندی شب مشق میکرد، آهنگ میساخت. به هر یک متن همون خیلی آهنگ های دلنشینی خوب دریافت میکرد. بعد همینه میخوند. 50 سال حیات خودشون همچون آموزگار تعلیمی نسل نورس میدادند. نقل میکرد که مکتب ای دهه میده دورتر بود، ای دهه ما میگفت که اکثریت غزلای کلاسیکا را، حافظ، جامی را، سعدی را، هلالی را، بیدی را، من ای خانه میبرم سحری تا جای درس تا مکتب یک غزل از یاد میشود. با ای گشتن با ای او دهه تا ای دهه را با یک غزلیگه از یاد میکردم. وقتی جشن 75 سالگی استاد جشن گرفتم، من یک سرودی در دوره های جوانی خواندگی پدر ما تیار کردم و در همین جشن خواندم که متنش چنین بود: ای جورایی دتاری دتارت سری دست، نظر به دتارت کن دتارت بیشکست.
هر یک آفریده طبیعتی پر اسرار معنا و حکمت و جوهری دارد و هماهنگی کامل میان موجودات عالم و قانونهای حاکم بر آنها موجود است. نظام طبیعتی پر اسرار به آن گونه است که افراد صاحب خیرت با زحمت و خیرت و عقل و هوشش می تواند این همه مرحله های تکامل معنوی و اخلاقی را پشت سر و درک این همه اسرار را معما کند. تنها انسانی شریف و سازنده، دلباخته و عاشق، خودشناس و وطن دوست با اراده متین قادر است در کنار این همه زیبایی دنیای نو ایجاد نماید. مهمترین عملی که هنرور ممتاز در حیاتش انجام داده است مکتب و سبک بی‌نظیر آوازخوانی است که چون کاخ محتشم صنعت و هنر پاینده و پایبرجاست. بیشتر غزل خواندند، ولی در شمار سروده هایشان مثنوی هم هست. البته اون پندنامه هایی که از عطار مولوی خواندند قسما به مثنوی ربط دارند و مخمس هم هستند از سروده هایی که در رپرتوار استاد ابراهیم کابلی میبینیم، چون که مخمس و عموما مصمتات یکی از ژانرهای مهمی ادبیات غنایی ما می باشد که جنبه موسیقایی بسیار قوی دارد و متن سرود انتخاب می شود. مکتب ابراهیم کابلیف همین گونه یک نمونه بزرگ است که هر یک آهنگی که ابراهیم کابلیف آفریده بود نمونه خیلی عالی تناسب، پیوندی و هماهنگی شعر و موسیقی به شمار می رود. سبک ابراهیم کابلی مکتبی مخصوص موسیقی. مکتب‌های موسیقی باید که موسیقی‌های استادро یعنی که طی ادوار موسیقی به نوتا بگیرند. با آوازی فراخ، آزاد و خیلی خوب سرودخوانی میکردند و آهنگ‌های خیلی زیادی داشتند که خاص خودی اون استاد ابراهیم کابلی بودند و مقبول همه، نه تنها یک منطقه بلکه برای همه مردمی فارسی زبان و تاجیکان سروده می شدند و مخصوصا سرودهای ای شوخی، ای بچه دوتاری، ای شوخ سری زلفی ترا تاب کی داده است. با دانش‌های بزرگ رفتار میکردند، یعنی شعرشناس بودند. پس آن وقتی که شعر رو انتخاب میکردند ضرورت به میان می آمد که هم وزن شعر، هم همون آهنگ نهانی که در هر یک غزل کلاسیکی ما گویا موجود است همون آهنگ رو پیدا کردن، یعنی همون آهنگ رو از قبطی، از بین مصرع‌ها، از بین سطرها، از بین کلمه‌ها پیدا کرده سرودن بود. برای این البته وزن عروض رو دانستند، علم عروض رو دانستند و علم موسیقی رو دانستند. ضرور بود که ابراهیم کابلیف از این علم‌ها خیلی هم زیاد و خیلی هم با الهام بهره‌مند بودند. سبک ابراهیم کابلی سبک خاص و ناتکرار است. سروده های او روزنه ای را میماند به سوی عرفان و معرفت و خودشناسی. هنر خوانندگی یک طرف، معرفت و شناخت کامل سروده ها طرف دیگر است که خبر
از آگه و بیدار بودن این فرد فاضل و فرزانه می دهد. سروده های ابراهیم کابلی مثال بازیافت گران ارزش انطقی است که باید حفظ گردد و ایمین ماند. به قول شاعر میرزا محمد میرزا هادی، هنرور خوش‌ذوق، همرنگی و موافقت کامل میان شعر و آهنگ ایجاد کرده است که در حال حاضر خیلی نادر است. ابراهیم کابلی مکتب هنری پایه‌گذار صنعت موسیقی کوهستان تاجیک اکا شریف جولیف را گذشته از دردانه‌های صنعت اصیل خلق تاجیک 6 مقام بار معنی برداشت و در باغ صنعت تاجیک مکتب خاصه خود را بنیاد کرد. در آمیزش با ژانرهای مختلف صنعت بی‌نظیر تاجیکان را به عالمیان معرفی نمود. با سبک و اسلوب خاص سرایندگی، آواز شیوای و دلفریبش به صنعت آوازخوانی تاجیک پایه‌های نو گذاشت. امروزها صدها تن از شاگردان و پیوندان با سبک ابراهیم کابلی سرود می‌خوانند. محبت عشرتی دنیا غلط ای وفای دادیارا خوش ادایی تو شدم خوب رویان را ازایی نازی استیم ناغلط خوب رویان را سزایی سبک ابراهیم کابلیف گفتن ممکن است که در یگان منطقه دیگر تاجیکستان دچار نمی شود. وقتی که با طرز آهنگبندی، سبک اجرا، اسلوب نوازش ساز و عموما لحن شیرین ابراهیم کابلیف با دقت اگر نظر افکنیم میبینیم که سبک او نادر است، ناتکرار است و اندکی شاید با سبک عبدالله نظریف نزدیک است، اندکی سبک اکا شریف جولیف نزدیک است، لیکن در مجموع اسلوب سرایندگی ابراهیم کابلیف اسلوب نادر است و سبکی به خود خاص دارد و باز تکرار میکنم این ادامه آن همون مکتب سرایندگی رشت و درواز به شمار می رود. رباعیات هم هست، خصوصا با استفاده از عنعنه‌های مردمی که رباعی سرای خیلی اوج داشت و نعت‌هایی که استاد ابراهیم کابلی می سرودند و در بین مردم شهرت فوق‌العاده داشت و خیلی ها آنها را از یاد می دانستند، به صورت مثنوی هستند. یعنی ما مستضاد، خصوصا مستضاد خودش یک چیزی هست بینابین، تصنیفی هم موسیقی است، هم تصنیفی متن موسیقی است و هم ژانری ادبیات غنایی. با غزل و با مخمس‌ها و با قطعه‌ها و با نعت‌های سر کار داشت که اونها یکم که غایه تربیوی داشتند، مضمونی بلند داشتند که انسان را تربیه کرده میتوانستند همین مکتب رو راست گپ ادامه داد و تا آخر رسونده توانست. اصلا سرودهای عرفانی خیلی زیاد و نعتخوانی‌های خیلی زیادی داشتند که در تربیه مردم سهم خیلی قوی گذاشتند، مخصوصا از ایجادیات هم استاد رودکی، هم از ایجادیات حافظ سعدی و از ایجادیات شمس تبریزی، از عبدالرحمن جامی و تا سرودهای مثلا شاعران معاصر تاجیک، استاد میرزا ترسنزاده، باقی رحیم‌زاده هم سرودهای خیلی خوبی با آواهای خاصی خودشان تهیه کرده بودند، پیشنهاد کرده بودند که مقبول همه مردم تاجیکستان بودند. چو بلبل در بهاری به خزان تاجیکستانم،
شاخ دارم گردش باغ و چمن دارم سرودی شاخ دارم گردش باغ و چمن دارم اسلوب ابراهیم کابلی همین گونه بود که او آواز رو پیش میگذاشت. شعر، آهنگ، آواز و معنی در متن اول قرار میگرفتند و با سازش، با پنجتارش تنها چیزی که در علم موسیقی شناسی میگن تکنوازی میکرد، یعنی اکامپانیمنت میکرد، یعنی هماوازی میکرد. ابراهیم کابلی، حافظ خلقی، حیات و روزگار و آفریده هایش همه چون گوهری تابان زیبایند و رخشان. ابراهیم کابلی از ابتدای سالهای 40 راه خود را با صنعت و هنر مردمی آغاز بخشید و تا نقطه نهایی عمرش این مسیر را ادامه داد. او در دوامی انقریب 60 سال فعالیت ایجاد و هنرش به میراث و عنعنه قدیمی دیدی نو و معاصی را با سبک خاصه ملی تشکل داد. برای خدمت‌های شایسته در رشد و فرهنگ جمهوری سهمی بزرگ شخصی در خزینه صنعت ملی و مهارت بلند اجرا کنندگی، ابراهیم کابلی با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 24 اوگوست سال 1999 با آردن دوستی سرافراز گردید. آهنگساز نادر و گفتن جایز است که یکی از رسالت آهنگسازها، یکی از رسالت مغنی کوهستان، چخیلی گفتیم همون یکی از نمایندگان بزرگترین زیایان کوهستان در آن بود که از قعر عصرها بزرگترین پدیده های معرفت را به صدا درآورند، به آهنگ درآورند. این دردانه های موسیقی ما که مثل همان گنج پریشان هنوز در ضمیرها، در یادها باقی ماندند و خوشبختانه بسیاری از این حافظان ما فرزندان رشید و آگاه و خوبی دارند که این دردانه ها را به صورت ثبت های گوناگون حفظ کردند. مثلا از استاد ابراهیم کابلی فرزندانشان خب سلام الدین و دیگر فرزندانشان هم اون ساز پدر رو به زمین نگذاشتند، هنر پدر رو ادامه میدهند. این موسیقی ها جمع آوری شوند. بیشتر نعت های رو انتخاب میکردند که در برابر خصوصیت های مثلا عرفانی داشتنشان، خصوصیت های تربیوی دنیوی هم خیلی زیادی داشتند. برای تربیه کردن شخص، برای تربیه کردن انسان ها در این دنیا، شخصی کامل شدن اونها بسیار نقش خوب می‌داشتند. ابراهیم کابلی توانست که هم آموزگار، هم استاد، هم هنرمند باشد و هم در ساحه صنعت نقطه کلیدی گردد. او در تاریخ صنعت مردم تاجیک مقام خویش دریافت و امروز و فردا و روزهای دیگر عزیز است و کامگار. کابلی تا امروز عزیزی همگان است. حیات این مرد فاضل و نیکنام نمونه عبرت و شایسته تحسین است. سخندان و سخنور فرهنگ دوست در همه حالت توانست هنرش را صیقل دهد و در دل مردم جای بگیرد. تلاشش برای حیات و هنر و معرفت، تحمل و اراده قویش داستان مرد حقیقی است و این داستان چون دیگر آثار بی‌بهای نیاگان عزیز است و جاویدان. سرشتی که نکویی و محبت در آن به هم نآید هنرمند واقعی شد. به فضیلت نکو و رسالت انسان خودشناس همان است که حیات و روزگارش را برای مردم، برای وطن عزیز ببخشد، در خدمت خلق و وطن باشد، از گذشته پر افتخار و اصل خیش سبق اندازد، اصل خیش بجوید، خود را بشناسد.
هنر و ایجاد و زحمت پرثمر ابراهیم کابلی برای نسل نورس و جوانان یک سبق زندگی است. زیرا کار و پیکار بهترین ارزش زندگانی و بهترین فضیلت انسانی بود. تنج آسوده حال زندگی کنند، وطن آباد، صلح همیشه پایدار باشد و هر کس صلح دوست می دارد، وطنش دوست می دارد. هر کسی که وطنش صلح دوست می دارد از گوشه ایمان است، وطن دوست داری. بنابر سبب من هم صلح دوست می دارم، وطن دوست می دارم. آن کسی که مثال به وطنش به خلقش صلح آورد او را هم دوست می داریم. در گوهر طاعتت نسوفتم هرگز، گردی گناه از چهره نرفتم هرگز. ناامید نیم ز بارگاه کرمت، زیرا که یکی را دو نگفتم هرگز. چون حاصل آدمی در این دیر دو در، جز خون دل و دادن جان است دیگر. خورم دل آن که یک نفس زنده بود، آسوده کسی که خود نزاد از